سجاد سجادی اومد با تحلیل کافه رستوران روتالانج. از نقاط قوتش بخوام بگم رسیدگی به محیطه، یعنی از طراحی گرفته تا رسیدگی روزانه به محیط و ملزومات و تجهیزات همگی داره خوب انجام میشه و شما حتی از لباس پرسنل میتونی حدس بزنی که رنگ سازمانی این برند چیه که خب نقطه قابل قوتشه. وجود میز و صندلی نیمه مبله و مبله کامل نشون میده شما اینجا هم میتونی قرارهای کاری داشته باشی، هم قرارهای دوستانه و هم قرارهای خانوادگی. از نقاط قابل بهبودش بخوام بگم عدم وجود دکمه کال مهمانداره که توی شلوغی ممکنه دردسر ایجاد بشه. مهماندار یک رفت آمد اضافه انجام داد صرفا به خاطر اینکه QR کد رو برای من بیاره و خب میتونست این QR کد روی میز باشه و بتونیم انرژی در واقع منابع انسانی رو مدیریت کنیم. انتخاب موزیک توی این فضا توسط اپراتور و مهماندار سالن داره انجام میشه. نکته ریزیه ولی موزیک به شدت توی حس و وایب افرادی که اینجا میشینن و معاشرت میکنن تاثیرگذاره. پس بهتره یه پلیلیست اینجا تهیه بشه با توجه به هویت برند. اون پلیلیست پلی بشه با یه ولوم مشخص که اون حس و حالی که آدم‌ها اینجا دارن بتونه کنترل بشه. فعلا همین. تا تحلیل بعدی بدرود.